رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى عند موته بثلاث. رسول الله هنگام قرار رسیدن مرگش سه چیز استودا وصیت فرمود. یکی فریقین را از جزیره عرب بیرون کنید و وفد نماینده هایی که از طرف مردم به نمایندگی قوم خود می آیند سوی شما، به همون صورتی که من با آنها رفتار می کردم شما هم با آنها رفتار کنید و جایزه ها و هدیه هایی که می دادم به آنها بدهید. در مورد سوم میگه یا من فراموش کردم. این قول سلیمان احول است. مورد سومی که در این احادیث وجود ندارد و مسلمانان رسول الله مسلمانان را بیرون کرد، فرمود دیگه نیازی نیست. حالا ما بیاییم ببینیم این مطلب چی باید باشد. حالا ما متوجه می شویم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت خصوصی، در حالی که دیگه کسی اونجا نیست، مطالب دیگری را بیان می کند و اینکه این مطلب به این صورت است. رسول خدا صلی الله علیه وسلم حالا در این جلسات عمومی که گفتم دیگه دو مورد از مواردی که میخواسته بگوید دو تا را گفته. یک مورد دیگری که راوی حدیث آن را فراموش کرده یا نگفته، یعنی در واقع در اون حدیث به دست ما نرسیده. اما آیا مگر ممکن هست چیزی از رسول خدا صلی الله علیه وسلم از دین خدا به ما نرسد؟ چنین چیزی امکان ندارد، چون رسول الله صلی الله علیه وسلم دین خدا را به صورت کامل رسانده به شهادت پروردگار. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. من امروز دین خود را برای شما تکمیل نمودم و نعمت خودم را بر شما کامل کردم و راضی شدم که اسلام را برنامه زندگی خود قرار بده. حدیث دیگری که هم در صحیح بخاری آمده و هم در صحیح مسلم، نه در کتاب‌های شما بگویید یک کتابی مثلا یک کتاب تاریخی، یک کتاب نه مثلا نمیدونم در سیره در چیزی، نه، در صحیح بخاری با سند صحیح و در صحیح مسلم با سند. این دیگه ما معتبرترین کتاب ما این دوتا هستند بعد از قرآن. امام ام المؤمنین عایشه میفرماید رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم فی مرضیه، در بیماریش، یعنی در اینجا مطلبی به صورت خصوصی بیان نموده که در اون جمع عمومی بیان نکرده. حالا چی فرموده؟ فرمود ام المؤمنین عایشه میفرماید رسول الله به من فرمود فی مرضیه ادعی لی ابا بکرین اباکی و اخاکی. فرمود در بیماریش ابو بکر را برای من بخوان. کدوم ابو بکر؟ همون پدرت، و همون که از یک جهت پدرت است و از یک جهت برادر دینیت است. یا منظور این است هم پدرت را بخوان هم برادرت. حتی اکتب کتابا، تا من یک نامه را، کتابی را برای شما بنویسم. چرا؟ فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل، میگه چون من میترسم که شخصی تمنا کند، یعنی کسی که تمنایی دارد، از ته درون خود خواهشی دارد و میخواهد من او را به عنوان خلیفه تعیین کنم، یا خودش اینو میخواهد، تمنا میکند که من او را انتخاب کنم. میترسم که چنین افرادی وجود داشته باشد و یقول قائل، و کسی بگوید این انا اولا، بگوید من شایسته تر هستم به این که خلیفه باشم، جانشین رسول الله باشم صلی الله علیه و سلم. بعداً فرمود و یأبی الله والمؤمنون الا ابا بکر
فرمود اما الله و اهل ایمان کسی را نمیپذیرند جز ابوبکر. یعنی نه الله کسی را میپذیرد قبول میکند و نه اهل ایمان به کسی دیگری راضی میشوند جز ابوبکر. پس در این حدیث کاملا روشن می شود که نیازی به نوشتن ندارد. چرا؟ چون اهل ایمان غیر از او کسی دیگری را انتخاب نمی کنند و پروردگارم غیر از او کسی دیگری را قبول نمی کند. به همین خاطر در اون جلسه عمومی هم فراموش شده یا اصلا بیان نکرده. مورد سومی، این مورد سومی است.